در ادامه سیاست‌های انکار ملت‌های غیر فارس در ایران، این بار رئیس پلیس اماکن تهران اعلام کرد که استفاده از نام‌های به گفته وی محلی برای واحدهای صنفی در تهران ممنوع است و اسم مغازه‌ها حتما باید فارسی باشد. نادر مرادی که از سرهنگ‌های نیروی انتظامی میباشد، در خصوص نامگذاری واحدهای صنفی در شهر تهران گفت که مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌ای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کنند حتما فارسی باشد. وی افزود که به عنوان مثال در تهران استفاده از نام‌های محلی ترکی، کردی، لری، شمالی و غیره برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است. مرادی تهدید کرد که برخی از کسبه هم قبل از اخذ مجوز اقدام به نصب تابلو با اسمهای ممنوعه می کنند که در صورت مشاهده حتما با آنها برخورد می شود. این مسئله با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالین ملت‌های تحت ستم ایران مواجه شد. خوانش شما از اقدام رژیم برای ممنوعیت نام‌های غیر فارسی چیست؟ ممنوعیت نام‌های غیر فارسی در واقع بخشی از هویت زدایی هست که رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های رژیم پهلوی آن را دنبال کرده و دنبال می‌کند. چون ما شاهد بودیم که رضا شاه بعد از سرکوب ملت‌های ساکن ایران و شکست حکومت آنها دست به تغییر اسمهای جغرافیایی منطقه زد، دست به تجزیه جغرافیای مردم بلوچ و کرد و ترک و عرب و ترکمن زد و در واقع سیاستش بر این مبنا بود که یک ملت و یک زبان و یک مذهب در واقع به این سیاست را پیش بردن و برای اینکه نشان بدن که هیچ اثری از ملت‌های ساکن ایران باقی نماند، اسمها در واقع بخشی از اون هویت ما هستند، چون از نیاکان ما به اسم رسیدن بخشی از اون زبان و فرهنگ ما هستند و این در واقع در تضاد با اون فرهنگ که حاکم هست در ایران. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با سیاست‌های سابق دست به همچین اقدامی زده و میزنند. در واقع خب ما امروز شاهد هستیم که خیلی از اسمهای غیر فارسی در ایران ممنوع هست، چون اینا در واقع لیستی را صادر کردن. شما زمانی که میخوای شناسنامه بگیری بایستی از اون لیست انتخاب بکنی و اگر اسم شما داخل اون لیست نباشه، که معمولا اسمهای بلوچی و کردی داخل اون لیست نیستن، بنابراین شما نمیتونه اسم فرزند رو به دلخواه انتخاب بکنید. این در واقع این سیاست اسیمیلاسیون هست و سیاست یکسانسازی هست که در ایران حدود 100 سال پیش شروع شده و تا به امروز ادامه دارد که خوشبختانه این سیاست هیچ گونه موفقیتی نداشته، بلکه عکس آن را ما شاهد هستیم. این خبر گرچه بعداً تکذیب شد، اما اشاره‌ای به چرایی و منبع امر تایید و تکذیبش نشد. چرا فرمانده پلیس تهران به تفسیر در ممنوعیت استفاده از زبان‌های محلی میگه و بعد تکذیب میکنه؟ این هرج و مرج در تصمیم گیری به نبودن قانون شفاف از سوی و امر و فتوای رهبران دینی نظام به جای قانون از طرف دیگه برمیگرده. البته واکنش کاربران در شبکه‌های مجازی هم میتونه دلیل تکذیب خبر باشه. مسئله ممنوعیت استفاده از نام‌های غیر فارسی مسئله تازه‌ای نیست. در گذشته البته به جز مسئله مغازه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، مسئله اسامی برای نوزادان هم مطرح بود که گفته میشد که ادارات ثبت احوال دفاتری در اختیار دارند که در اونها اسامی مجاز درج شده و در اون دفترچه ها اسامی برای مثال کردی، ترکی یا بلوچی یا عربی
البته بخشی از اسامی عربی در اون دفترچه وجود نداره. به همین دلیل این مسئله یک مسئله تازه‌ای نیست، ولی به نظر میرسه که مسئله نگاه به هویت و فرهنگ ملت‌های تحت ستم ایران، یا بهتر بگیم ملت‌های غیر فارس، توهین به این هویت‌ها، انکار این هویت‌ها هر روز و در هر مرحله تاریخی بعد تازه‌ای به خودش میگیره. زمانی اونها رو محلی میپنداشتن، اونها رو سرکوب میکردن، الان به گونه دیگر اونها رو در واقع اسامی وارداتی میدونن و اون اسامی رو ممنوع میکنن. ولی این مسئله به نظر میرسه که یک مسئله تازه نیست در هر صورت. این ممنوعیت نام‌های غیر فارسی که اخیراً رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده، این خودش بهترین دلیلی است برای حقانیت ملیت‌ها که مبارزه خودشون رو ادامه بدن و این بهترین دلیلی است برای اینکه آنچه که تا به حال ملیت‌ها عنوان می‌کردن که در ایران یک نوع نژاد پرستی وجود داره و یک نوع آپارتاید وجود داره، اگر هنوز شبهه‌ای بود برای هموطنان ما، امروزه دیگه کاملا مشخص شد و معلوم شد که این دولت بر پایه قومگرایی و هیچ تغییری پیدا نکرده و همون برنامه‌های از پیش تدوین شده ای رو که از 90 سال پیش دولت مرکزی شروع کرد ادامه دهنده اون راه است و میراث شوم دیکتاتوری های پیشین هم به اون رسیده و خودشو موظف میدونه که همواره ملیت های غیر فارس رو کتمان بکنه و تحقیر بکنه و اینکه یه نفر بیاد و اینطور بی پروا عنوان بکنه که هیچ گونه نام‌های غیر از نام‌های فارسی در مناطق نباشه، این خودش یک برگ برنده است برای نخبگان ملیت‌ها که بتونن مجامع جهانی رو آگاه بکنن و اینو به عنوان یک نقض حقوق بشر به تمام جهانیان اعلام بکنن. واکنش گسترده فعالین ملت‌های تحت ستم ایران به انتشار خبر غیرقانونی بودن استفاده از اسامی غیر فارسی برای واحدهای صنفی در تهران عقب نشینی رژیم را در ظاهر در پی داشت. در همین راستا مقام وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب این اظهارات گفت که مشکل بر سر رسم و خط است. مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد ساعاتی پس از انتشار این خبر ضمن رد صحبت‌های رئیس پلیس اماکن تهران گفت خبر ممنوعیت استفاده از نام‌های محلی و غیر فارسی برای اماکن تهران اساساً از پایه کذب است. این خبر در حالی تکذیب می شود که در گذشته مواردی از ممانعت اداره ثبت احوال از نامگذاری کودکان به نام‌های غیر فارسی در مناطق ملیتی گزارش شده است. این اداره بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه شده، فهرستی از نام‌هایی که والدین مجاز به انتخاب برای فرزندان خود هستند را معرفی و نام‌هایی که خارج از این فهرست باشد را غیر مجاز اعلام کرده و از نامگذاری کودکان به آنها خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد که رژیم ایران حساسیت مسئله ملی و بحران اتنیکی در ایران را درک کرده است، ولی نه تنها راهی برای حل این مسئله در پیش نگرفته، بلکه سیاست سرکوب ملت‌های تحت ستم را اتخاذ کرده است. به نظر شما آیا رژیم بحران اتنیکی را در ایران درک کرده؟ به جز سرکوب کردن چه راهکاری برای آن ارائه کرده است؟
جمهوری اسلامی درک کرده که این بحران اتنیکی رو در ایران کاملا درک کرده. او به خوبی میدونه که نیروهای ملیت‌ها او رو به چالش کشیدن و الان بیشترین زندانیان، بیشترین اعدام شدگان، شکنجه شدگان متعلق به ملیت‌های غیر فارس هستند که در زندان‌های مابختیاری‌ها، لرها رو در زندان‌های دستگرد اصفهان و در زندان اهواز و در زندان‌های دیگه در بلوچستان و نقاط دیگه تمام از مبارزین هویت طلب ملیت‌ها هستند و اینو جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده و از اون جایی که فرهنگ زورمدارانه ای رو اینها دارن، فقط با توسل به زور به فکر حل مشکلات هست و یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایرانی امروزه حقوق ملی ملیت هاست که در این طول 90 سال گذشته از اونها تضییع شده و این حقوق بر مبنای حقوق بشر، طبیعی ترین، انسانی ترین حقوق، اولیه ترین حقوق انسانه که نفی شده در ایران و به همین خاطر جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره که سرکوب خودش رو عیان کنه و ادامه بده به این راه و هیچ به فکر حل مسئله از طریق منطقی نیست. مسلماً رژیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به اتاقای فکری که در اختیار داره که در این زمینه بسیار فعال هم عمل کرده، یعنی در زمینه‌های مختلف در سیاست خارجی و سیاست داخلی اتاقای فکر مختلفی رو ایجاد کرده و به نظر میرسه که مقالاتی و گزارشاتی که از اون اتاقای فکر منتشر میشه و بعضاً در اختیار رسانه‌ها و افراد قرار میگیره، به صورت عمومی میشه، در تمام اونها به مسئله بحران ملی یا بحران اتنیکی اشاره شده. به همین دلیل به عقیده من رژیم جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو درک کرده، ولی چگونگی به مقابله با این مسئله یا با این بحران رو میشه نقد کرد که به نظر میرسه تا کنون مسئله یا سرکوب بوده و یا مسئله انکار و در واقع انکار این هویت ها و مسئله ملی در ایران بوده. برای مثال رژیم اگه اعتراضاتی رو که در مناطق ملیتی صورت میگیره و مقایسه بکنیم با اعتراضاتی که در مناطق مرکزی و در تهران صورت میگیره، استفاده از ظرفیت سرکوب در این مناطق بسیار بالا هست. یعنی سرکوبی که در بلوچستان و عربستان و کردستان میشه در مقابله با سرکوبی که برای مثال در اصفهان و یزد و تهران میشه قابل مقایسه نیست. در اعتراضات اخیر این مسئله رو شاهد بودیم. ولی یک مسئله قابل توجه هست و این هست که جمهوری اسلامی سعی کرده در ظاهر نشون بده که البته در چارچوب اون سیاستی که تمام مردم برابر هستن و همه در چارچوب امت اسلامی هستن، اون خود به نوبه خود البته انکار هویت ملی هست، ولی در اون چارچوب و در ظاهر تلاش کرده که بگه که در رژیم این هویت ها و این فرهنگ ها جای میگیرن. برای مثال تلاش کرده که تلویزیون های استانی رو پایه‌گذاری بکنه، برای مثال شبکه زاگرس در کرمانشاه یا شبکه کرد در استان کردستان یا در مناطق مختلف. البته خب این در ظاهر است، ولی در باطن اگه بخوایم برنامه‌های تولیدی این بخش از صدا و سیما رو تحلیل محتوا بکنیم، کاملا مشاهده میکنیم که این برنامه‌ها با هدف آسیمیلاسیون و با هدف امهای هویتی و انکار اتنیکی این ملت‌ها صورت گرفته و شاید به همین دلیل هم بوده که اولین شبکه‌های استانی در کردستان یا در عربستان یا در بلوچستان تأسیس شدند و نه در استان‌های دیگه و این قابل توجه است. درک بحران اتنیکی در ایران توسط حاکمان فعلی بعید به نظر میرسه، چون در چارچوب فکری این حاکمان حق متعلق به اوناست که از طریق دست مقدس رهبر که از طرف خدا تعیین شده واگذار میشه. همه مسلمان، همه شیعه و یا مطیع
و همه به یک زبان باید گوش بدند. اونا بحران رو میبینن اما یا به توطئه بیگانه نسبت میدن یا نشان از خروج دین و یا با وعظ و نصیحت میخوان بحران زدایی کنن. درک بحران اتنیکی یعنی مراجعه به آرای مردم و تسلیم اراده مردم شدن که حاکمان کشور توان درک این چنینی را ندارند. بحران اتنیکی در ایران در واقع به این معنی هست که ایران یک کشور کثیرالمله هست. در کشورهای کثیرالمله راه‌حل‌های بسیار مناسبی وجود داره که بقیه ملت‌های ساکن جهان آن را تجربه کردن. سیستم‌های غیر متمرکز و فدرال هست. اما جمهوری اسلامی ایران و ناسیونالیست‌های فارس و رژیم گذشته به دنبال راه حل مناسب در ایران نبودن و نیستند. در نتیجه تنها راهی که به نظرشان میرسد سرکوب هست. سرکوب هیچ موقع نتیجه نداده و نتیجه هم نخواهد داد. بنابراین آنچه که پیش روی این نظام باقی هست بغیر از سرکوب هیچ راهکاری تا به حال ارائه نداده و ارائه نخواهد دادن. بنابراین و این رژیم در واقع خب بر اساس اون دیدگاه ها تفکراتی که داره که این تفکرات بر اساس پایه مذهب شیعه اثناعشری و ناسیونالیسم فارس هست که در واقع حاکمیت را متعلق به خودشان میدانند، هیچ گونه حاکمیتی برای ملل ساکن ایران به رسمیت نمیشناسند، چون ایران در واقع یه سرزمین هست، یه فلات هست که در این سرزمین خب ملل مختلفی زندگی میکنن که ملت فارس یکی از آنها هست. بقیه هم دارای حق و آب هست در این سرزمین، چون در سرزمین‌های طبیعی خودشون زندگی میکنن. دارای حاکمیت هستند، دارای حاکمیت بودند، اما کسانی که قدرت را غصب کردند حاکمیت بقیه ملل ساکن ایران را به رسمیت نمیشناسند، یعنی حکومت را از آن خودشون میدانند و به دنبال این هستند که به دنبال یکسان سازی هستند، هم از لحاظ ملی، هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ مذهبی که این پروژه شکست خورده. بنابراین بر این اساس دست به سرکوب میزنند و راه حلی دیگر هم ندارن بجز سرکوب. فکت‌های تاریخی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند در اساس تعریف واژه‌هایی مانند زبان محلی، فرهنگ محلی، لباس محلی و در کل کوچک کردن هویت ملت‌های غیر فارس ایران به هویت محلی از سوی روشنفکران فارس زبان و در زمان رضا شاه آغاز شد. شاه که خواستار قدرت مطلقه بود، از ایده‌های روشنفکران فارس برای متمرکز کردن قدرت و آغاز عملیات انکار و آسیمیله کردن ملت‌های غیر فارس استقبال کرد و بر همین اساس اسامی برخی از شهرها و مناطق ملیتی در ایران را تغییر داد. سیاست انکار ملت‌ها و سرکوب آنها در رژیم جمهوری اسلامی با شدت بیشتری دنبال شد. در فهم جمهوری اسلامی و رهبران آن، امری تحت عنوان ملیت بی مفهوم است، بلکه آنچه که میتوان تعریف کرد تنها امت می باشد که عموماً با پسوند اسلامی همراه می باشد. همین درک و فهم سبب شد جمهوری اسلامی هیچ گونه حقوقی برای دیگر ملت‌های ایران قائل نباشد. برای مثال، خمینی به هیئت مذاکره کننده کرد که اندکی پس از انقلاب و برای احقاق حقوق کردها نزد وی رفته بودند، در پاسخ گفت که در اسلام چیزی به نام ملت وجود ندارد و همگی عضو یک پیکره واحد به نام امت اسلامی هستیم. اما طی سالهای اخیر رهبران جمهوری اسلامی به قدرت ناسیونالیسم ایرانی برای حفظ قدرت خود و در راستای سیاست‌های پوپولیستی خود پی برده‌اند. برای مثال، آنها ظاهراً در برابر کوشش برای تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی از خود مقاومت نشان می‌دهند و سرسختانه از برتری زبان پارسی در قلمرو فرمانروایی خود دفاع کردند.
بخشی از حاکمیت ایران بود که مکتب ایرانی اسلامی را بیان کرد و همین مکتب است که ریشه بخشی از اقدامات دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در آن قرار دارد. برای مثال انتقال موقت منشور کوروش از موزه بریتانیا به ایران. از کلمه مکتب برای پسوند این فکر استفاده شده است و این خود حاکی از فکری مهندسی شده می باشد. بدین ترتیب این مکتب و پیروانش در صورتی که قدرت یا بخشی از آن را به دست گیرند می توانند دوباره سیاست‌های رضاخانی را به صورتی مدرن‌تر و شدیدتر اجرا نمایند و روند فارسی سازی ایران را تسریع ببخشند. اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران نیز در همین راستا قابل تحلیل است. چرا رژیم مذهبی ایران بیش از پیش به سیاست‌های ناسیونالیستی فارسی و سیاست‌های انکار هویت ملت‌های غیر فارس روی آورده است؟ وقتی از رژیم مذهبی صحبت می‌کنیم معلومه که عرصه حکمرانی بسیار تنگ میشه. در رأس هرم قدرت رهبر قرار داره، دین و مذهب هم که مشخصه و باید زبانی مشخص هم داشته باشه. زبان برای ارسال اوامر به امت مطیع، زبانی که در کنترل او و زیر مجموعش باشه. اما بودن زبان‌های دیگه به نفع و صلاح حکمران نیست، چون که کنترل اون غیر ممکنه. این دیدگاه متاسفانه در ناسیونالیسم کهن و ظاهرا غیر مذهبی ایرانی هم بسیار قویه. به همین دلیل میتونیم بگیم که ناسیونالیسم مذهبی ایرانی حفظ یک پارچگی ایران رو در حذف و سرکوب دیگر ملت‌های این جغرافیا میدونن که این نشانگر از عقب ماندگی این طیف در درک دموکراتیک حقوق انسانه. دلیلی که ایران به سیاست‌های ناسیونالیست روی آورده یا در واقع جمهوری اسلامی به سیاست‌های ناسیونالیست روی آورده که ما به عنوان یک رژیم مذهبی میشناسیم، دلیلش اون تفکر هست. تفکری که در جامعه ایران، در جامعه بخصوص در جامعه مرکز ایران حاکم بوده و حاکم هست. چون شما زمان ایرانی هستی که فارس باشی، شیعه باشی، یعنی در واقع این دوتا هویت را بایستی داشته باشی. اگه فارس هستی، سنی هستی، ایرانی حساب نمیشی. اگر شیعه هستی، کرد هستی، ایرانی حساب نمیشه. بنابراین باید هر دوتا مشخصه را باید داشته باشی که ایرانی حساب بشی که بتونی در حاکمیت شریک باشی. بر این اساس در واقع ناسیونالیسم فارس که بر پایه شیعه و فارس نهادینه شده و جمهوری اسلامی در واقع ارثبر این سیاست از رژیم پهلوی هست و به همین شکلی ادامه میدهد. یعنی برخلاف آنچه که ما فکر میکنیم که این رژیم یک رژیم مذهبی هست، نه، این رژیم مذهب و ناسیونالیسم در هم آمیخته هست که زمانی که مذهب و ناسیونالیسم در هم آمیخته باشن نتیجهش میشه فاشیسم. فاشیسم در واقع خب مشخصه که چه راهکارهایی، چه راهحل‌هایی برای جامعه داره که معمولا که میبینین جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم میکنه. به اون شکلی دارن صحبت‌هایی که از سر نظام داره بیرون میاد. دقیقا زمانی این صحبت‌ها را شما مقایسه بکنید با فاشیست‌های ایتالیا و نازیست‌های آلمان، دقیقا اینا شبیه هم هستند. یعنی نظام‌های فاشیستی شکل‌های روش‌های خودشون دارند. فاشیسم در ایران حاکم هست، بخشی از این فاشیسم دارای حاکمیت هست، بخشی هم در اپوزیسیون هستن متاسفانه که مخالف جمهوری اسلامی هستن که اختلافشون فقط بر سر قدرت هست، نه بر سر اینکه یک نظامی بر اساس خواسته های مردم ایران، بر اساس خواسته های ملل ساکن ایران پیش بیاد. همچین دیدگاه تفکری ندارن. بر این اساس اینا فقط راه مسیر سرکوب را پیش میبرند و ناسیونالیسم در واقع خب بخشی هست که میتواند اینا را قوی بکنه، چون این تفکر در جامعه وجود داره و هست. برای اساس جمهوری اسلامی از این تفکر ناسیونالیستی هم در جهت اهداف خودش استفاده میکنه.
جمهوری اسلامی سعی کرد بر مبنای فرهنگ اسلامی در جامعه پیش بره و ملیت‌های محکوم و به حاشیه برونه، ولی جواب نداد و خودش فهمید که این فرهنگ اسلامی در بین جوامع ایرانی اونطور که اینها وعده داده بودن عملکردی نداره. به همین خاطر رو آورد به یک ناسیونالیسم باستانگرایانه و یک نوع تبعیض ملی رو بر پایه داستان‌های باستان و باستانگرایی پیش کشید. در پاسخ به این سوال شاید بهتر اشاره بکنیم که به تعداد زیاد بحران‌هایی که رژیم همینک با اونها مواجه است. بحران در زمینه سیاست خارجی، بحران اقتصادی، بحران داخلی در زمینه مشروعیت و بحرانی که در کنار این بحران‌ها رژیم نمیتونه تحمل بکنه مسئله بحران اتنیکی یا بحران ملیت‌ها هست. به همین دلیل اونها رو انکار میکنه. اصلا توجه بکنیم به سیاست‌های تولیدی صدا و سیما، به سیاست‌هایی که برای مثال در رسانه‌های صوتی و تصویری رژیم که اکثراً عمدتاً وابستن به صدا و به سپاه پاسداران، اگه به اونها توجه بکنیم می‌بینیم که در فیلم‌های سفارشی ساخته شده در اون نهادها اغلب مسئله توهین به شعور ملت‌ها، توهین به فرهنگ و هویت ملت‌های تحت ستم و ملت‌های غیر فارس در اون رسانه‌ها واقعاً منعکس شده. به همین دلیل به عقیده من رژیم قدرت بحران دیگه ای رو نداره و قدرت این رو نداره که بخواد این مسئله بحرانی که در زمینه مسائل اتنیکی و ملی در ایران وجود داره، این مسئله به یک مسئله کلان و بحران جدی برای رژیم تبدیل بشه.